رئیس ولایت خطلون دولتعلی سعید در نشست مطبوعاتی با نمایندگان وسایط اخبار عامه تاکید داشتند که سال 2024 مجموع محصولات منطقوی به 4.8 میلیارد سومانی برابر گردیده، سرعت رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ولایت 8.3 بند فایز تامین شده است. در این دوره بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های ولایت 1663 انشاءات ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگارانمان. در مقامات اجرایی حکومت دولتی نشست مطبوعاتی رئیس ولایت خطلون با نمایندگان وسایط اخبار عامه برگزار گردید که در آن معاونان، رهبر دستگاه رئیس ولایت، مسئولان مقامات قدرتی، رهبران تشکیلات و مؤسسه‌های ولایت و کارمندان واسطه‌های اخبار عامه شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی خویش رئیس ولایت خطلون دولتعلی سعید اظهار داشتند که در سال 2024 مجموع محصولات منطقوی به 4.8 میلیارد سومانی برابر گردیده، سرعت رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ولایت 8.3% تامین شده است. حصه ولایت خطلون در مجموع محصولات داخلی کشور 27.9% را تشکیل داده، در قیاس به سال 2023 6.2 میلیارد سومانی زیاد می باشد. نقشه قسم درآمد بودجه ولایت در سال 2024 104.7% تامین گردیده، به بودجه 2.8 میلیارد سومانی وارد گردید که این نسبت به نقشه 122 میلیون سومانی و در قیاس به سال 2023 به اندازه 350 میلیون سومانی زیاد است. در دوره حساباتی به تشکیلات و مؤسسه‌های بودجه‌ای ولایت و شهر و ناحیه‌های آن 3.8 میلیارد سومانی جدا گردیده است که 90% خراجات مبلغ‌های بودجه‌ای به ساحه اجتماعیات از جمله معارف و تندرستی، فرهنگ، ورزش و حفظ اجتماعی اهالی راست می‌آید. ضمن نشست مطبوعاتی قید گردید که سال 2024 در ولایت خطلون 51 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری عملی شده، مبلغ از خود شده به 1.1 میلیارد دلار آمریکایی برابر است. در این دوره به ولایت 7.2 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا سرمایه خارجی وارد شده است که 4.3 میلیون دلار آن را سرمایه مستقیم خارجی تشکیل می‌دهد. اظهار گردید که در شهر و ناحیه‌های ولایت خطلون سال گذشته در دایره تجلیل جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی 1663 انشاءات جشنی ساخته به استفاده داده شد که برابر 134.1% دورنمای سالانه میباشد. در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی طبق نقشه در شهر و ناحیه‌های ولایت ساختمان 6260 انشاءات پیش‌بینی گردیده تا امروز زیاد از 4000 بنای انشاءات به مبلغ عمومی 3.3 میلیارد سومانی ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده است. اطلاع داده شد که سال 2024 از جانب صاحبکاران و تندوست در ولایت 89 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی با تأسیس زیاد از 1000 جای نوی کاری ساخته به استفاده داده شده. امروز شماره عمومی کارخانه‌ها به 874 عدد رسانیده شده است. همزمان سال 2024 در شهر و ناحیه‌های ولایت خطلون 71250 جای‌های نوی کاری تأسیس داده شده، 330 یارمارکه جای‌های کاری خالی برگزار گردیده، 4809 نفر شهروندان با جای کار تامین و در عموم 6092 نفر ساکنان به شغل فرا گرفته شدند. گفته شد که در این دوره مزد میانه مهنت در ولایت خطلون به بیش از 1800 سومانی برابر گردیده. این نشان داد نسبت به سال 2023 17.7% افزایش یافته است. در نشست مطبوعاتی همزمان ذکر شد که سال سپری کشاورزان ولایت حجم محصولات عمومی کشاورزی را به 39.2 میلیارد سومانی رسانیدند که افزایش آن نسبت به سال 2023 3.4 میلیارد سومانی زیاد می باشد. در دوره حساباتی کشاورزان ولایت در سمت استفاده ثمرناک زمین بهتر نمودن حالت ملیارتوی آن به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده و افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی کارهای معین را به انجام رسانیدند. در ادامه نشست مطبوعاتی روزنامه‌نگاران اوید بر روند کارهای آبادانی و کبودیزارکنی در شهر و ناحیه‌های ولایت، بنیاد مکتب و صنفخانه‌های نوی ایلواگی، جلب سرمایه مستقیم، دستگیری صاحبکاران وطنی جهت بنیاد کارخانه‌های خرد و بزرگ استحصالی، تعمیر و از نوسازی یادگاری‌های تاریخی و سیاحی و دیگر موضوعهای روزمره سوال‌ها پیشنهاد نموده جواب‌های مشخص گرفتند. رئیس ولایت خطلون دولتعلی سعید ضمن صحبت با خبرنگاران از نقش مؤثر وسایط اخبار عامه در انعکاس رویدادهای مهم ولایت، تبلیغ و تشویق سیاست دولتی و بلند برداشتن معرفت‌ناکی جامعه یادآور گردیده جهت صحبت و واخری‌های منبعث به نمایندگان وسایط اخبار عامه و پاسخ با سوال‌های روزنامه‌نگاران اظهار آمادگی نمودند. خدایداد رجب، دلیر شریف، نظرالله عالم برای برنامه اخبار.